مور داسې بچی نه دی راوړی چې په دې عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم باندې موږ ته نیم دلیل د پیغمبر نه وښیي، نیم دلیل یا د صحابه کرامو نه او یا د دې څلورو امامانو نه او یا د دې مشهورو محدثینو نه ودې ښیي. او د قیامت سحر به راشي خو د دوی دلایل به رانشي. بعض خلک وایي چې د میلاد النبي تجلیل بالکل ثبوت نه لري. دا یاد ساتئ چې میلاد النبي صلی الله علیه وسلم د رسول الله مبارک د راتلو هغه وخت او هغه ورځ یا شپه چې عقیده د تخصیص یو څوک ونه لري، عقیده د تخصیص ونه لري، نو دا بالکل مستحب عمل دی، جایز دی، د خرافاتو نه خالی وي. حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه په امداد الفتاوی شپږم جلد کې لیکي وَإِنْ كَانَ خَالِيًا مِنَ الْبِدْعَاتِ الْمُرَوَّجَةِ کدا بدعاتو خرافاتو ناروا کارونو نه خالی وي، دا غلط کارونه په دې مجلس د میلاد کې نه وي، نو بیا دا کار بیا فهیه مندوبون، دا بیا مندوب او مستحب دی، دا ښه عمل دی، قابل د کولو دی چې دا باید وکړی شي. نو قرآن کې الله پاک فرمایي لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. الله پاک په د امت په د مسلمانانو باندې احسان کړی دی د څه وخت نه چې په دوی کې دغسې یو رسول رالیږلی دی او رسول یې پکې مبعوث کړی دی. د رسول الله مبارک راتګ یو نعمت دی، د الله احسان دی، دا به ټول ومنو سره. بل ځای کې الله څه فرمایي واما بنعمت ربک فحدث، د الله په نعمتونو باندې خوشحالي وکړه. تحدیث بالنعمه دا شکر د نعمت دی. خوشحالی کردن این تحدیث بالنعمت است. الله میگه واما بنعمت ربک فحدث، با نعمت پروردگارت خوشحالی کرده باش، خوشحالی کو، خوشحالی کو. خوشحالی به این نعمت بزرگ و عظمای پروردگار کی فرستادن رسول الله مبارک هست. ای که مجلس جور نکنی، مردم دعوت نتی، نشینیم با هم به دیوالا تبلیغ بکنی بری کی. هدف و مقصد از تجلیل مولود خوشحالی به ولادت پیامبر است و دگه رساندن سیرت و صورت و اخلاق پیامبر ماست بر امت پیامبر صلی الله علیه وسلم تا پیامبر خود را بهتر بدانن، تاکه بهتر بتوانن که اتباع کنن و تابعداری بکنن. عقیده تخصیص نباشه به این معنی که در این وقت رواست و در دگه وقت چی است؟ نارواست. دگه هیچ مشکل نداره. خداوند میگه قل بفضل الله و برحمته فبذلك فلیفرحوا. بگوی پیامبر به امتت با فضل الله که قرآن هست و برحمت الله که ذات بابرکت پیامبر اسلام هست صلی الله علیه وسلم، فبذلك فلیفرحوا. به هر واحد یزی فضل الله که قرآن است، فضل الله که اسلام هست، فضل الله که علم است، فضل الله و رحمت الله که ذات بابرکت رسول الله مبارک است. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. الله چی میگه؟ فبذلک فلیفرحوا. باید این مؤمنان خوش شوند، این امت پیامبر علیه السلام باید خوش شوند، خوشحالی بکنن، خوشحالی بکنن، اظهار خوشحالی بکنن. این امر پروردگار هست. پس در چوکات شرعی خوشحالی کردن، محفل گرفتن، این عمل نیک هست، عمل جایز هست و در اسلام هیچ شبهه و مشکلی هم نداره. در دیگه جای الله میگه عیسی علیه السلام یک دعا کرد اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا و آخرنا. یا الله امتم یک دسترخوان میخواهند، یک دسترخوان برش روان کنان که این روز آمدن دسترخوان را یا عید و جشن بگیرن. برای اول و آخر ما یک روز جشن و روز عید و روز خوشحالی باشه با ما. علی شما بگوین حضرت عیسی علیه السلام امتش با آمدن دسترخوان، روز دسترخوان جشن و خوشحالی و عید میگیرن.
آمدن دسترخوان نعمت بزرگ است یا آمدن محمد مصطفی؟ به شوق بگوین آمدن کی؟ پیامبر ما صلی الله علیه و سلم. این نعمت بزرگ است. و با آمدن دسترخوان جشن میگیرن، روز عید جور میکنند. ما با آمدن رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم خوشحالی نکنیم؟ علما به این میفهمن او از عبارت النس، دلالت النس، اصطلاحات اصول هست. با دلالت النس ثابت میشه که با آمدن روز ولادت پیامبر علیه السلام جشن گرفتن شرعاً کدام مشکلی نداره. آیا خود پیامبر علیه السلام تجلیل کرده یا خیر؟ بله، رسول الله مبارک پیامبر ما خودش هم این روز تجلیل کرده. خود در حدیث می آیا، در حدیث می آیا، حدیث صحیح مسلم است. ابو قتاده انصاری رضی الله تعالی عنه مشهور صحابی است، عرض کرد چندین سوالات شد، در ضمنش یک سوال می بود و سئل عن صوم یوم الاثنین، در مورد روز دوشنبه پرسان شد که یا رسول الله شما روزه دوشنبه را روزه میگیرین، با کدام مناسبت؟ پیامبر ما چی جواب میتا؟ ذاک یوم ولدت فیه و یوم بعثت او انزل علی فیه. این روز دوشنبه روزه گرفتن ما با مناسبت عزیز که ولدت فیه، ما در این روز تولد شده. روز ولادت خود را پیامبر اسلام چی میگیره؟ جواب به شوق بتین چی میگیره؟ روزه میگیره. روزه یک عبادت هست، شکرانگی الله است. تو که به من میگی یگان اعتراض میکنن نه شما فقط دم یک ماه میلاد میگیرین و دی تمام سال نمیگیرین. این را هم اول براتان گفتم، تمام سال بگیریم این کاروبار کی کنه، درس از، تدریس از، این دکانداری است، این تکسیوانی است، این نفقه خانه است، فلان و فلان. میگه چرا شما دم یک وقت خوش هستین؟ نه، ما سال پر خوش هستیم. سال پر 24 ساعته شکرانگی الله را ادا میکنیم با آمدن پیامبر ما به دنیا علیه السلام. خو اما در این ماه در خوشحالی خود زیادت میکنیم نسبت به دیگر ایام. به طور مثال از تو کس پرسان کنه که پیامبر ما ای آمدنش به دنیا به مناسبت آمدنش روزه دوشنبه روزه میگیره. چرا؟ پیامبر ما در دیگه ایام هفته شکرانگی الله را ادا نمیکرد که تنها در روزه دوشنبه روزه میگرفت؟ چی جواب خواهد دادی؟ چرا پیامبر ما تنها روزه دوشنبه شکرانگی ادا میکرد؟ در اوجا جواب دمی خواهد بود که پیامبر ما تمام ایام هفته و در هر ثانیه شکرانگی الله را ادا میکرد، زبانش به ذکر الله تر می بود. خو اما روزهای دوشنبه نسبت به دیگر ایام و نسبت به دیگر ایام هفته زیادت در شکرانگی میکرد. ما هم تمام سال خوش هستیم، خو اما در این ماه نسبت به دیگر ماهای سال در خوشحالی خود زیادت میاریم. ده هیچ مشکل نه شرعاً. پیامبر ما علیه السلام روزه دوشنبه را روزه گرفته به مناسبت ولادتش. حال خوشحالی و ادا کردن شکرانگی پروردگار مثل که به روزه گرفتن درست است، به هر عمل مباح، به هر عمل و به هر عبادت شکرانگی الله ادا میشه. امام جلال الدین سیوطی میگه در حسن المقصد فی عمل المولد، یک کس تلاوت قرآن میکنه شکرانگی الله را ادا میکنه، یک نفر 2 رکعت نماز میخوانه یم شکرانگی الله است، یک نفر خیرات صدقه میکنه یم شکرانگی الله است، یک نفر درود میفرسته یم شکرانگی الله است، یک نفر مجلس و محفل جور میکنه، گوسفندا و گاوار ذبح میکنه، خیرات میتا. اطعام الطعام من الاسلام، نان دادن از یک جزء اسلام هست. این باب است که امام بخاری در صحیح بخاری داره، و یطعمون الطعام، نان دادن برای غربا و برای فقیرا و برای مسکینا و برای مسلمانا یکی از اجزای اسلام هست. محفل جور کردن و نان جور کردن و نان تیار کردن این کار مشروع است به مناسبت خوشحالی پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم. بعضی اگان تا میگن که مسجد چتل میشه، خیلی تبلیغی حضرات مسجد در مسجد میگردن یا نان در کجا میخورن؟ در می مسجد میخورن نی؟ یک روز پاک شوه نی، پس جارو شوه پاک شوه. ولا طفلا میان، طفلا خو همیش در مسجد برای درس خواندن میان، خیلی وارم بنی میکنی. بس به هر حال یکان مرضی است که در ذهن و در دماغ در دل یگان مردم پیچکاری شده میباشه، دلشان خوش نیست. شیطان
شیطان 4 چیخ زده. به شوق بگوین چند چیخ زده؟ 4 چیخ زده و بسیار خطرناک. البدایه و النهایه حافظ ابن کثیر میگه 4 چیخ زده روایت میاره. یک چیخ زدنش در زمان چی بود؟ ولادت رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم. شیطان هم یک دفعه چیخ زده، والد هر سال که میلاد می یگان تا چیخ میزنن. چی کنیم کدش؟ ها؟ بیادبی بسیار ماب باشه، کرمای شندمی ما تور میخوره، بس آرام بشی. علی خو روز کدام لیدر و کدام رئیس جمهور و کدام وکیل پارلمان و کدام پدر کسی خو روزش تجلیل نمیکنیم. ما روز ولادت کی را تجلیل میکنیم؟ پیامبر ما صلی الله علیه وسلم. و دای محافل و دای مجالس چی بیان میکنیم؟ ساز و سرود می باشه یا از قرآن و حدیث تبلیغ میشه، بیان میشه، از محبت پیامبر بیان میشه، چیز دیگه می باشه. چرا خفه هستن این مردم؟ دای چی مشکل هست؟ شرعاً خو گفتم که ما دلائل داریم، خود پیامبر ما را تجلیل کرده. امام جلال الدین سیوطی در کتاب یک روایت دیگه میاره، روایت از سنن الکبری از امام بیهقی است. میگه پیامبر ما صلی الله علیه وسلم عق عن نفسه بعد النبوه، بعد از بعثت به پیامبری در 40 سالگی از خود عقیقه کرد. عقیقه چی معنی؟ طفلت پیدا شد، در روز هفتم اگر بچه بود 2 گوسفند، اگر دختر بود 1 گوسفند حلال کو، ایرا میگن عقیقه. پیامبر علیه السلام در روز هفتم عقیقه شده بود، خو اما در 40 سالگی باز عقیقه کرد. عقیقه علی 6 میکنن مردم. این عقیقه خوشحالی است به ولادت اولاد، به پیدا شدن طفل، به او خوشحالی میکنی. پیامبر علیه السلام در 40 سالگی ولادت خود تجلیل کرده و خوشحالی کرده و عقیقه میکنه. امام جلال الدین سیوطی چی میگه؟ مع انه قد ورد ان جده عبد المطلب عق عنه فی سابع ولادته. میگه ثابت است که پدر کلانش در روز هفتم از طرف پیامبر علیه السلام عقیقه کرده بود. والعقیقه لا تعاد مره ثانیه، بار دوم عقیقه نیست. خوی بخاطر چی کرد پیامبر علیه السلام؟ در 40 سالگی روز خود عقیقه میکنه. فیجعل ذالک، میگه ای گشتانده میشه اظهار للشکر علی ایجاده ایاه رحمتا للعالمین. از خاطر ازی که خوشحالی کد پیامبر علیه السلام به این عنوان که پروردگار به امت ای رسول الله مبارک را من حیث رحمت للعالمین روان کرده، خوشحالی میکنه رسول الله مبارک. بعد چی میگه؟ او تشریع لامته کما کان یصلی علی نفسه. میگه ای به شکل یاد دادن است برای امت، مثل که سر خود پیامبر علیه السلام درود میفرسته، اللهم صل علی محمد، سر خود درود میفرسته. مطلبش چی است؟ به امت یاد میتا که شما سر ما این رقم با ما درود بفرستین. عین شکل در 40 سالگی عقیقه میکنه، با ولادت خود خوشحالی میکنه، تاکه امت تعلیم بده که با ولادت ما چی کرده باشین؟ خوشحالی بکنین. دی مشکل نیست. شرعاً ای امامای بزرگ دی کتابها تصنیف کردن، صدها و هزارها کتاب دی عنوان نوشته کردن که مجالس مولود ای در دین و در شریعت اصل داره، ای کدام مشکل شرعی نداره و بسیار دلائل هست و ما جایش نیست. انشاءالله دی چند جمعه دیگه بیان خواهیم کرد.